کنی شیر. تا نقشه های ویران کردت را درست نکنی به هیچ کجا نمیروی. در درون شیشه چی بودنش رو میفهمند. فکر میکنی که مرا آرام میگذارند. اینش را فکر نکن. من مسئله را حل کردم. یعنی چه خیر؟ در داخل شیشه دارو ویتامین بوده است. چه خیر ویتامین؟ پس چرا ایشیل ترسید؟ باوری دارید؟ تشخیص چنین معین کرد صنم. تا در دستمان یگان دلیلی انیق نباشد او را گناهکار کردن نمیتوانیم. من وظیفه‌ام را میدانم. تو هم با دقت باش. هنگامی به تشخیصگاه در آمده شیشه را عوض کردنم قریب دستگیر می شدم. مشکل بود لیکن موفق شدم. اکنون تو هم باید موفق شوی. کاری کن که شوهرت دیگر هیچ گاه گشته نتواند. میدونی که جراحی میکنند؟ به اینش کاردار نیستم. برای مال و ملکی امکی هاشم را گرفتن معیوب بودن فکرت حتما شرط است. نقشه امان نباید دیگر شود. میلش از دستم چیزی که آید میکنم. از دستت چیزی آید نیو. کاری فرمودم را حتما اجرا میکنی. جراحی کنند همون رو من نگاه میکنم. داروهایش در دست من میشوند. او هیچ گاه راه نمیگردد. غم نخور. کجا شدی هاشیم؟ اوف، این آدم با کجا رفته باشد؟ خدا. آهسته پسرم. فکرم من راه میکردم مادر جان. نمیتونی؟ خدا خواهد پسرم. زنت هم با کجای غیب زده است. او هم مثل پدرت در یک جای نمیشیند. اوه پسرم، چی گویم با تو؟ کجا بودی؟ شوهرت رو جراحی میکنن تو میگردی؟ آنا آمدم. چی شد؟ شد. کمک کن که ببریم. کنی مدد رسان. بردارید. آهسته. احتیاط کنید. همش خوب میشه. احتیاط کنید. بردار. اوه پسرم. شما راست میگوید استاد. با ثروت باید کمک کنیم. بچه دانا است. نباید گذاریم که خودش را سوزاند. دخترم را چیکار کردی؟ رویا در کجاست؟ ایستید با خود بیایید. خرسند شدی که ما را جنگ انداختی. شما چی ها میگوید؟ رویا با من نیست. باری آخر او رو دیشب دیده بودم. با او فهموندم که مادرت حق است. تو همسر من بر این یک کسی معیوب شده خودت رو نسوزان گفتم. من به تو لایق نیستم گفتم. تو دختری خیلی زیبا هستی گفتم. او هم از من رنجید و رفت خانم. او شب خانه نآمد؟ پس برای چی به من زنگ نزدید؟ برای چی زود به پلیس خبر ندادید؟ نمیدونستم. از من رنجیده برآمده رفت. فکر کردم که غضبش پس شود برمیگردد. خدایا به کجا رفته باشد؟ ایدیم؟ از پس روی دویده میگشت. او یک دیوانه است. خدایا کاش دخترم به دستی او نفتیده باشد. چرا این فکر بر وقتتر به سرم نآمد؟ آن کسی رو که میگوید سراغش رو میدانید؟ نه نمیدونم. به شعبه پلیس میرویم. آنو سراغ را مییابند. راست میگویی. رفتیم. رویا دخترم.
شد؟ با کجا؟ فکر میکنم ما رو پرتوخته نمیروی. سرده مرا دید محبت بزرگی نمیشود. نه تو از من هستی. تو را بابای رنگ نمیدیم. ایدی کمی فکر کن سرده مرا آخر التجا دارم. سرده رویا مگر نمیفهمی برایت میمیرم اگر میخواستم. که ها تو را میدزدیدم لیکن این کار را نکردم. نمیتوانم چون که تو رو دیوانوار دوست میدارم و به تو خانه دار شدن میخواهم. فهمیدی؟ سرده مرو تو دیوانه شده ای. سرده مرو مورم هم و تو خانه دار نمیشود. رویا ببخش جانکم ببخش رویا. چشمانت را کشا رویا. آقای کمیسر دخترم را یابید. التماس میکنم. التماس آرام شوید. خیلی خوب. سراغای آیدین چیچک رو پیدا کردیم. ما رفته دخترتون رو نجات میدهیم. غم نخورید. زود به همین سراغای یک گروه رو روان کنید. ایتاد رفیق سردو. خدایا با روی یگون چی نشده باشد. ای خدا همش از برای من شد. از برای یک روی من شد. یاقوب آرام شو. مادر جان برای چی گریه میکنی؟ آقا هم سیاحت میشوند. نمیدونم دختر چنون خواطرم که میترسم باز یکان کاری بد نشود. دکتر اسد گفتند که امید هست. از کجا دانم؟ جراحی است. با چه انجامی افتنش معلوم نیست. کی می برآمده باشند؟ جراحی ناسر شد. التماس غم نخورید. ببخش. درون شیشه بوده تنها ویتامین بوده است. برای از تو گمانی بد بردنم عذر میخوام. مهم نیست. از روزی که با عائلتون آمدم با این خیل مناسبت عادت کردم. هر چیزی که به سرتون آید از من میبینید. لیکن برای مرا از آتش خلاص کردن تشکر زیاد. با جای من دیگر کس هم میبود نجات میداد. باید چطور؟ بهتر شدم. راه گشته میتوانم. خدا شفا دهد. تشکر. در کجا بودی هاشم؟ در کجا بودی؟ انا آمدم صدیقم. چی شد؟ و جراحی در آوردن؟ بله نو در آوردند. با من نزدیک نشد. ببخش جانکم این رو کردن نمیخواستم لیکن مرا مجبور کردی. تو رو خیلی دوست میدارم رویا. به تو با مانند دیوانه عاشق هستم. التماس مرا قبول کن. مرا راحت گذار. دست نرسون. التماس از من نترس. میبینی همش خوب میشود. تو هم مرا خیلی دوست میداری. ایست تو گرسنه نیستی؟ با تو یکان چیز پسم. حاضر میپسم. در آشخانه باید یکان چیز باشد. حاضر همراه میخوریم.
برو از اینجا. من گفتم ایستا. کجا نمیروی ایستا. نمیروی تو از من هستی از من. تو برو باید طرف سا. زودتر زا. زود سروا باید طرف سا تو برو. داشتی تو برو. سروا تو برو انتظار هستم. نمیروی رفته. نمیتونم با مادرم وعده دادم اکنون این خلکارها رو نمیکنم. دیگر این خلکارهای بد رو نمیکنم. من فکر کردم تو مرد هستی. تو بچه خانه شده ای. تو ترسونچک. تو میترسی سروت میترسی. من ترسونچک نیستم. از هیچ کس نمیترسم. ترسونچک هستی. همه ترسونچک ها همین خیل میگوین. نه چنگیز پدر از من میگریزی ها؟ تو را قپیدم کنی روگر و تو گم دارم روگر ما با درون میدارویم مایلش با فکران نو برامونم از پسشون میرویم فهمون اونها دور نرفتن 15 در جای حادثه هستید اوه پلیس دخترم را یافته در کجاست؟ آرام شوید خانم آرام شوید آنها رو میرویم آرام شوید در کجا؟ بس کنید خودتون رو با دست گیرید بس کنید استاد بیاید رفتیم از پسی پلیس میرویم یعقوب از پسشون رفته نمیتوانی با فکر من برگردیم دیگر چاره نداریم خدایا اگر به او یگون چیز شود من زندگی کردن نمیتوانم خدایا کمکم کن از برای من تو باید کجا نمیروی من تو را نمیگذارم که روی من تو را به هیچ کس نمیگم تو از من هستی تو از من هستی قلم نرسون نه تو را سر نمیدیم رویا دیوانگی نکن سر نمیدیم نگاه دار با تو میگویم ایشیل در کجاست؟ به حاجت خونه رفت. خدایا جراحی باز چقدر دوام میکنه چقدر شود مادر جان همش نغز میشود. پسرم فکرت خدا رو بیدر باشید جراحی خیلی خوب گذشت یعنی آقای دکتر یعنی فکرت اکنون راه میگرده سلامت خدا رو شکر سنم راه میگرده کمی دیرتر میایم ماما سلامت باش خدا شفا دهد شنیدن برابر آمدم آخر او پسری امکم می شود امک جان ببخشید شما را که ها امک جان گفتنی بودم لیکن می ترسیدم که قبول نمی کنید اینجا جای این موضوع نیست اگر خواهی علاهده گرزنون میکنیم
البته گپ زنی نکه. راگا لعنتی راگا کنی پولهایت را برار گفتم. این هیلهایت نمیگذرد. سردین منو پدر برار جان گفتم. سردین. برار لعنتی برار نگویم. پدر جان من به شما گفتم که پول ندارم. ایستا تو حالا با پدر گم میگردانی. گوشهایت را میبرم میکشم. نزنید پدر جان نکنید. اگر دیگر نمیگویم پدر جان. قسم میخورم که خودم گوشهایت را میبرم. فهمیدی لعنتی؟ بایلش پدر جان از این پول یفتم میارم. باشد رو از پس کار شو. لعنتی از این کودک پول نمیروید. از همه خوبش خودم الهیش را مییابم. کار نباید ناتمام ماند. خدا شفا دهد فکرت. عمر چی خیل شد؟ من را گشته میتوانم؟ خدا را شکر من راه میکردم. آرام شو پسرم آرام شو چون میگم به تو ضرر دارد. آرام شو. ایستا سراسر نشو. آرام شو. کمی وقت لازم است. پدر جان مادر جان پسرم آرام شو. من راه میگردم. اما که همزه من راه میگردم. ایشون در کجاست؟ او برای داروهایت رفت. حاضر میآید. آنش شد. درزمال کردم. باز کدام لباست را درزمال کنم پسرم؟ لازم نیست مادر جان. تشکر. مادر جان نشینید به شما گپ دارم. وای مادر جان خوشتامنم گفتند که توی رو بر وقتر گذرانه می شود. این رو خوشتامنت حلیمه گفت؟ بله همان کس گفتند. اکنون آن کس دیگر شدند. همه وقت خوبی ما رو میخواهند. ما رو با سعیده آشتی میدهند و ما توی میشویم. پسرم شرایط نداریم. چخیر توی میکنیم. اول بیا تیاری بینیم. دکان رو میفروشیم مادر جان. پول دکان هم به توی میرسد هم به توفه ها. فهمو به دکانی ما چشمالو کرده است. مادر جان این خیل نگویید. آن کس رو تهمت نکنید. من هرگز تهمت نمی کنم. خوشتامنت رو خیلی خوب میشناسم. مادر شما خواهیدم نخواهیدم من دکان رو میفروشم. من با سعید خاندار شدن میخواهم. هر چی زودتر توی کردن میخواهم. پسرم چند بار با تو گویم. بگویید من مهمم یا دکان؟ من قرارم رو دادم دکان رو میفروشم. الو فهمو یافتند. خدایا لیکن در وقت گریختن به صدمه دچار شده است. خانم رویا جراحت برداشته است. در بیمارستان دخترم رویا. دخترم. خانم زلیخا را زنگ میزنم لیکن جواب نمیدهد. اگر او را یابم و تیمور روبرو کردن میخواهم. هیچ راحت نشدم. آقای دکتر زخم دار بس صدمه. خدایا این رویا است. رویا زود به حجره جراحی درآرید. زودتر. ای بس دخترم کس از نامزدش نمیرنجد. من هم اولها هارون رو دوست نمی داشتم لیکن خطا کردم. هارون خیلی جوانی با آداب با فهم و با ناموس بوده است.
حاضر او را مثل پسرم دوست می‌دارم چون که گپم را میگیرد. خدای توبه، بیشتر من او را تعریف میکردم شما پس میزدید. اکنون همش برعکس شد. خودش چی گپ مادر جان؟ من شما رو نمیفهمم. ای دخترکم، من آینده شما رو فکر میکنم. با پدرت میگویم تویتون رو زودتر گذراند. همین خیلی انتظار شدن نشینیم نمیشود. همین خیلی. مادر شما جدی میگویید؟ البته دخترم. هارون بر این داماد رو من از کجا مییابم؟ مادر، برای توی شدنش هارون باید هارون پیشینه شود. فهمیدید؟ برای توی کردن شرایط دارد یا نه این رو فهمیدن لازم. غم مخور دخترم، من با هارون گپ زدم، همه چیزش تیار است. تو هم به توی تیاری بید. بله، شما عمیق چینه رنگی بافته ایستاده اید. اگر با دخترم یگان واقع شود من میمورم. یگانه کسی که دارم این رویا است. آقای دکتر، احوال دخترم چطور است؟ از ضربه دست دادن گرفته‌اش گرده‌هایش ضرر دیدند. خصوصا یک گرده‌اش سخت ضرر دیده است. باید جراحی کنیم. فکر میکنم که رویا به این جراحی طاقت میکند. شما زیغ نشوید. کاری از دستمون آماده رو میکنیم. آقای دکتر، دخترم صحت میشود. او خسته میتواند. کوشش میکنیم خانم. انشاءالله صحت میشود. زیر نشوی خوب. آقای ما شما رو اما که همزهتون میپرسند. میآیم. من هم وقتی که تو رو دیدم در حال فکر کردم که این جوان یکی از ماست. کلاش در تجارت خوب کار میکند، آینده را میبیند. باشین داری اگه رو باز کن. نه عمر هم میباره. بیا عمر. باید این مسئله رو حل کنیم. تیمور گوش کن. اویله ما یک اویله دیرینه است. وقتهای آخر با مشکلی های زیادی روبرو شده باشیم هم در این محله آبروی خود رو گم نکرده ایم. البته تو هم از خونی ما هستی، لیکن با تو سوال های زیادی داریم. تو حال نمیفهمم که چرا تو کی بودنت رو از ما پنهان کردی؟ مادامی که همه چیز رو میدونی چرا پنهان کردی؟ با ما فهمون پسرم، با ما تو رو با اویله همون قبول میکنیم. جانم بچه را از اون نده، جوان است. چی لازم میخیل سوال آخر چی لازم ها؟ باشیم به تو گپ نزن. تیمور من و عمر با تو خیلی سوال های زیاد دارم و همش جواب میخواه. زلیخا کیست؟ چرا که بودنت را پنهان کردی؟ چرا با سرما خواستگار شدی؟ با همه این سوال ها جواب میخواهم پسرم. من نمیدانستم که سرما به عمر عاشق است. این را بدتر فهمیدم. سبب انگشترین را برگرداندنم هم همین بود. مرا ببخشید. کاری نشدنی شد. مثل همه من هم خطا میکنم، لیکن خطا کردن اصل و نسب مرا عوض نمی کند. شما با من گویید که مرا با اولاد خود همچون عدلی قبول میکنید یا اینکه نه؟ رویا، التماس مرا ترک نکن. تو یگانه چراغ زندگی من هستی. اگر تو روی من در تاریکی ماندن نابود شده میروم. رویا، تو نور زندگی من هستی، نور قلبم هستی. التماس رویا ببخش که تو رو سخت رنجانیدم، تو رو رد کردم. با من باور کن، کاش که با تو دلم رو نمیکشودم. کاش عشقم رو در خودم پنهان میکردم.
رویا ببخش مرا التماس جانی من امیدی من هستی من نترسد با رویا هیچ چیز نمیشود انشاءالله خدا او را با ما برمیگرداند خدایا من چقدر ناحق بودم اگر وقت را برگردانده میشد دخترم را با جان و دل به تو میدادم من را ببخش پسرم ببخش رویا همه وقت میگفت که قلب تو زیبا من به تو چقدر ناحقی کردم تو باشه باز به نزد رویا آمدی کلیدی دکان من هم آدمم تشکر پسرم مبارک شود باقی مانده پول را بعد حجت ها را به نامم گذراندن میکنم گوش کن هارون دکان را برای آن خریدم که توی داری و با پول نیاز داری اگر نه نمیخریدم چون که پدرت این دکان را خیلی دوست بداشت مادر جان نیستی مادر جان برای چیزی شده آخر ما توی میکنیم دلم طاقت نکرد پسرم در این دکان خاطره های زیاد داشته باشم هم برای تو میلش اون رو میفروشی غم نخورید مادر جان در آینده از این دیده دکان خوب میگیریم اول توی رو گذرانیم بعد میبینیم شما خودتان را فکر نکنید بلکه یک بار خودتان را به جای من گذارید سالها باز نمیدانستم که برادر دارم نمیدانستم که پدرم زنده است از عائله شما تماما بیخبر بودم تنها بودم خیلی تنها یک روز به من گفتند که پدرم زنده است و یک برادر هم دارم راستی حیران شدم بعد علمم آمد که چرا او مرا سراغ نمی کند چرا باری هم از احوال من خبر نمی گیرد چرا آخر من هم پدرم رو دیدن میخواستم واه پسرم به خدا مرا خیلی زیخ کردی این گپ های دیگه که از عدلی ها بودنت رو نشان میدهد مهم نیست که شما مرا به اولاد قبول میکنید یا نه شاید من به این سزاوار نباشم از این محله برآمده میروم به فکرتان سبب به اینجا آمدنم چیست؟ چرا من همه کارهای مهمم را در شهر پرتافته به اینجا آمدم نمیفهمید این را باری هم فکر نکردید یگانه سبب به اینجا آمدنم شما هستید یعنی اولادم عدلی ها از همه عزیز برای من شما هستید من تیارم که تمامی داراییم را پولهایم را به اولاد شما بخشم آفرین جیان نگاه کنید پولهایم را میدیم میگوید چه جیان ها هستن در دنیا باشه تو اینقدر زود آب نشم پسران تو هم گذشتشین گذار من باوری ندارم که او با این نیت اومده باشد عمر تو را هم میفهمیم لیکن او هم حق درباره او همه چیز را دانستنمان لازم امک وگرنه شیطان هممان را فریب میدهد و ما برای هر یک کاری کردنمون عذاب میکشیم هر شده کنم این موضوع رو اینقدر کلام کردن لازم نیست و هر یک میده چویده ها هم اهمیت ندهید من سرداری اویله هستم و قرارم رو دادم با اویله همون خوش آمدید جیان شیرم یک تا هستی من به بیگاه خونه میروم با اجازه و تو خیلی باور کردن میخوام لیکن هنوز نمیتونم
پدرم کی میآیند امک جان؟ خدا شفا دهد فکرت. تشکر. ما رو ببخشی خوب. در وقتش تو رو رنجاندم، تو رو دشنام دادم. تو باشی با عیادت من آمدی. ما رو ببخش. به خدا که از خودم شرم میدارم. او کردار نشو. فکرت او رو به حالش گذار. وگرنه چیکار میکنی؟ تو به این احوالات چیکار میکنی؟ چی از جهت خسته آفاد را محافظت کرده میتوانی؟ کنی از جهت خسته مرا نگاه دار؟ کنی خدمت رو بینم؟ خسته میتوانی؟ ها؟ مرا ببخش. من این گپ ها رو فکرت همه خطا میکنند. حاضر وقتی این گپ ها نیست. انشالله تو هم صحت میشوی. او بیمارمان به خود آمده است. چه خیلی است فکرت؟ تشکری زیاد. بله تو را امروز از دیروز خوبتر میبینم. هر روز بهتر شده ایستاده ای. سایده التماس باز کن. بیا آشتی کنیم. آشتی کنیم؟ هارونی پیشترای من شب زود آشتی میکنیم. سایده خدایا پسرم آمده است. خوش آمدی پسرکم. با او اهمیت ندی. هر وقتی که تو میایی او خرسند میشود. لیکن مسئله همراه مادرت زندگی کردن او رو کمی عذاب میدهد. خونه‌شان خورد است. نمیروم میگوید. غیر از این توی پردبدبه میخواهد. سعید از خوردی و چیزی بسیار عادت کرده است. و کسی همراه زندگی کردن نمیخواهد. و کسی بینوا به شوهر نمیبرایم میگوید. در یادت باشد روز گذشته خودش به تو گفته بود چیزی را که به تو گفته نمیتواند به من میگوید. و من گفته بود که مادر هارون رو من نگاه نمیکنم. من گفتم که آخر مادر هارون اکنون به تو هم مادر می شود. او را پرستاری کن. بعد این گپ ها زیق شد. میدونی هارون در شهر یک خانه پیران سالان هست. میگویند که جای خیلی خوب است. مادرت را در آنجا جا کن. یعقوب عزیزم راه گشته نمیتوانی، لیکن قلبت خیلی خوب راه میگردد. اشک چشمانت و مانندی شرشره است. معلوم است که چه دردی در قلبت پنهان است. این درد است یا عشق؟ نباشد قهر است؟ بازی که عشق باشد. عشق کار عشق خیلی دیگر است. سیر است، باید حمایه کنی. سیر معلوم شود به مانند لیلی و مجنون می شوید. نه به یکدیگر نزدیک می شوید و نه از غیبت های مردم خلاص می یابید. چنان عشقی باشد که از آن شیطان هم نباید با خبر شود. تو را تومه خود نگرداند. خدا به تو یک امکانیت داده است. نه رحمت را گناهگار کن، نه اکرام را از خود دان. درد به صاحبش شکایت کرده می شود و به دقتی صاحبش افتی راحت همه وقت دیگر می شود. عشق جوهری درون انسان را می سوزاند. از فانی برآمده به حقیقت روان می کند.
از راه یک طرفی است پسر. تو چی نمیشنوی؟ چی میخوایی از من؟ تو کی هستی؟ به این طرف راه گرد. زودتر. پسرم گوش کن، تو رو نمیشناسم. به فکرم مرا با کسی مانند کردی. تو کی هستی؟ به چشمانم نگاه کنید. خوبتر نگاه کنید. نگاه کنید، این چشمان درد و علمی 26 ساله دارن. علمی کودکی که مادری حامله دارش را ترک کرده اید. نگاه کنید. نگاه کنید. تو چی ها میگویی؟ وقتی انتقام آمد پدر. پدر؟ این غیر امکان است. اون مرده است گفته بودند. مرد گفته بودند. تو همان هستی؟ تو پسری فاطمه هستی؟ تو یعنی پسری من هستی؟ نهایت فهمیدید. پسرم تو خدایا. آهسته پدر. درد و علمی چندین ساله ای مرا با چنین نیرنگ بازی و مکاریتان هیچگاه پس کرده نمیتوانید. پسرم به من گوش کن. تو از اصلی واقعی خبر نداری. گناهکار باید. به مرگ مادرت او گناهکار است. نام بابایم را به زبان نگیرید. به زبان نگیرید. الوداع پدر. پسرم صبر کن. به تو دروغ گفتند. تو خطا میکنی. لیکن التماس پیش از مردن اجازه ده تو را به آغوش گیرم. السلام علیکم و رحمت الله. آمین. الو پدر. سلام پدر جون. شما رو انتظاریم. هنوز چیپتا نخریده اید؟ همین که گرفتید التماس خبر دهید مایلش. ما شما رو در انقره پیشواز میگیریم. بابایم چه حال دارند؟ خدا شفا دهد. مایلش پدر جان. شمای بابایم رو پزمان شدم. خدا نگهبانتون. پدر جون. پدر جون. من برای شما سمبوسه پختم. سمبوسه رو خیلی دوست می‌دارم. خیلی گرسنه موندم. چه خیلی میگویند جان از دهن برآید، سمبوسه جان رو بیدار آورد. تو چی مقصد داری؟ برای چی این رو میدی؟ آخه سمبوسه رو دوست می‌داشتید که برای شما پختم. زهر انداختی ها؟ خدایا پدر شما چی میگویید؟ زهر انداختی زهر. میدانم نیتی تو را تا یک به یک بار اومده ایستاده است، لیکن من با آسانی نمیبرم. پدر جون. پدر جون شما چی میگویید؟ چرا با من باور نمیکنید پدر جون؟ فکر کردی مرا فریبیدی؟ روازی جای روی سمبوسه از سرت ماند. پدر جون به فال باور کردید، به دخترتون نه. شما را کی به این حال آورد؟ شما چه خیل میتوانید به یک فال دروغ باور کنید؟ چه خیل به این باور میکنید پدر جون؟ من دختر یگانه شمایم.
دخترچه‌ای که شما خیلی دوستش می‌داشتید، دخترچه‌ای که با بازی می‌کردید. من همونم، دیگر نشده‌ام پدر جون. نه خود من پدری خودم رو کشتن خواهم. مرگ رو فقط خدا میدوند پدر، نه اینکه فوق. من شما رو خیلی دوست میدارم پدر جون. پس چرا در این روزهای وزنینم از دستم نمیدونید؟ من با شما چی بدی کردم؟ چرا مرا بد میبینید؟ چرا دخترتون رو بد میبینید؟ چه نگاه میکنی؟ این روست اینجا روه میدانم چه خیلی دوست میدارید. من هم تو رو خیلی دوست میدارم. سلام دوستم. آقا جان تو چیکار میکنی؟ با ارگاب نزن. مادرم با تو چی گفتم؟ بیا رویم کمی سیر کنیم. آقا نرو، با مادرم وعده دادی. التماس نرو. سرور التماس میکنم، مرا اکنون دیگر سیخ نکن. خیلی مونده شد، تو رو میفهمم. کاری شده شد. با من وعده ده، مکتب رو نمیپرتوی، مرا دیگر نمیرنجونی. مایلش مادر جون، نمیرنجونم. پسرم جانم. آقا جون هی دوستم، چی شد با تو؟ بچه خوب شدی ها؟ مادر چرا این خیل میکنید؟ آخر بس است. با نرخ خوب فروختیم. با این پول هم توی میشود هم توفه. با پدرت وعده داده بودم نمیفروشم گفته بودم، لیکن تو مرا مجبور کردی پسرم. مجبور بودیم مادر. مرا هم فکر کنید؟ فکر میکنید مادر؟ من مهم هستم یا دکان؟ پسرم البته تو مهم هستی، لیکن میترسم پسرم، برای تو خیلی میترسم. بس کنید مادر جان. پسرم تو حالی مرا گوش میکنی، لیکن تو را یک روز در نیمی راه میگذارد. دکان از دست میرود. از این کارت تو ضرر میبینی، گفتم میترسم. مادر جان التماس سیخ نشوید. با خدا قسم شبهایتان رو مونه. من چیکار کردنم رو میدونم. مادر جان. هارون پسرم. مادر ما خانه‌دار شویم در همین خانه زندگی میکنیم، همین طرح؟ 3 نفر میشویم. خانه تنگ است. شاید ما شما را با این پول خانه خریده نمیشود پسرم. کاش که پدرم شما رو ترک نمیکرد مادر. کاش که نمیرفت. نفهمیدم پسرم. تو چی گفتی؟ هیچ مادر جان. همین خیلی خود به خود گپ زدم. هاشم تو با کجا میروی؟ من گپ دارم. نه هاشم امروز در خونه میمونی. برای چی؟ او رو نگاه میکنی. چی؟ مادرش در نزد پسر در بیمارخانه است، من هم به نزد او میروم. این کودک در خانه تنها چیکار میکنه؟ لیکن صدقه زنم در خانه است. وای هم بسود میرود. دخترت امروز از عمر جدا میشود، میدونی؟
من نگاه کردن نمیتونم. دیگر چاره نداری هاشم. من رفتم. سلامت باشه. خیر من رفتم. صدقه من چه نگاه میکنم صدقه. ای وای. پدر چی شد به شما؟ راز اینجا رام گفتم من با تو درویه باور نمیکنم. چه نگاه میکنی؟ بعد از این او را احتیاط کنید. تنها محبت شما او را با پای میخیزاند خانم میشل. او را خوب نگاه کنید. داروهایش را در وقتش دهید. خلاصه چقدر با او مهربان باشید همان قدر زودتر با پای میخیزد. انا این داروها را گیرید. خدا شفا دهد فکرت. حالا ما با تو والیبال بازی میکنیم. چی گفتی؟ بازی میکنی؟ سلام علیکم. سلام. سلام فکرت. چی حال داری؟ خوبم تشکر عمر. خدا شفا دهد. تشکر. الو سلام. تو میویی همینطوری؟ اومده ایستادم عمر. کمی بعد در بینای سود میشوم. اگر خواهید در آنجا وو میخوریم. مایلش دیر نمیمونم. یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر بدستی ملخک نجوم که تو رو مایده میکنم. سرد مرا از من چی میخوایی؟ تو کی هستی؟ دمت را گیر آوازت رو نبرآورده راه کرد. تو رو کی رو بون کرد؟ چی میخوایی از من سردر؟ آهسته جانکم آهسته. من از روی تو پل کار میکنم. آرام راه کرد. باید پیش از ما می اومد. آخر چرا نه اومد؟ حاضر مرافی آغاز می اومد. می آید سرما می آید. بیا با درون درویم. راه کرد. آوازت رو نبرو. شد دیگر کار ندارم. بین هم گفته بودم که تو را میکشم. عمر نزدیک شدم. شما یکی دور شوید. حاضر میرسم. میایم گفت لیکن گویا در تهلوکه بود. کاشمش زودتر به او رسد. عمر بازتان نمیگم بیعقلی نکند. نمیکند.
سنم اکنون به عقلی نمی کند. باز یگان واقعه روی نداده باشد. من آماده ایستادم. حاضر می آیم. این دفعه منو هیچ کس من نمی کنم. الو، کار تمام. سنم را کشتم. کشتی؟ چی خیلی کشتی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ با تو کی گفت که کش؟ خودت گفتی کو، فراموش کردی. من با تو خیلی نگفتم. آن روز نباید او را از دست میدادی. من اینش رو نمیدونم. پولم را ده. مرا سرگردان کردی. دیوانه. الو، چی شده؟ با من بازی میکنی لعنتی؟ من حتما پولم را میگیرم. الو، سنم کجا شدی؟ نوبتمان می آید. آماده ایستادم. هم نخورید. در راه هستم. کم موند. سلام سرور. تو چه خیلی بار در اون در اومدی؟ من در این خیل کارها تجربه دارم. تو ندانی من چی کار کنم؟ باید پول یابم دوستم. زود باید پول یابم. پدرم از من پول میخواهد. رو از اینجا رفت. باز تو رو هرگون کس نبینن. آقای امره، این پولها را پدر و مادران این طلبه ها جمع کردن. باید ما به اون میسپاریدیم. لیکن ما حاضر در مکتب طلبه هایی را که از آیل های کمیزاعتن یافته این پولها را با آنها تقسیم میکنیم. فهمیده آقای امره؟ مایلش رفتیم سین به سین میگردیم. رفتیم آقای امره. مایلش مدیر. بفرمایید. نه، این کارو کرده نمیتوانی. در وقتش اومدی. نوجت زدم. رفتیم. سنم و تو چی شد؟ چی واقعه؟ نه، هیچ گپ نه. وقتای آخر درست کار هم نکردیم. درآمد هم کم شده است. چی شد به این مردم؟ حساب ویران شد. من هم اگر کار نکنم عالمان از گرسنگی میمرد. با کمک من زندند، لیکن کسی این را فکر هم نمی کند. میفهمید؟ با کمک من زندند. بابا جان، چه میخواهی؟ این عکسی کیست؟ کنیده اینجا این رو از کجا یافتی ها؟ برای چی؟ همه جا رو به اجازت نکابی و تو همیشه دست دادند. بس کن و تو چرا بس نمی کنی؟ گوش کن تو رو در خانه تنها گذاشته می روم. تنها مانی تو رو دیو می خورد. دیو شما برای جدا شدن به سود مراجعت کردید و هر دو طرف راضیگی جدا شدن را دارند. حجت‌های در دستم بوده این را تصدیق می‌کند، لیکن باز یک بار پرسیدن می‌خواهم. سنم عدلی از عمر عدلی جدا شدن می‌خواهید؟ من جدا شدن نمی‌خواهم. شما عمر عدلی هستید.
از صنم عدلی جدا شدن میخواهید؟ فهمیدم دردی تو را. پول میخوای همین طور نیست؟ پول رو که نمیخواهد. این جانورها همه درها رو میکشویند. نگاه کن حاضر چه بحث میکنی؟ انا گیر کنی؟ گیر. نه این پولی کلان است. انا حاضر. حاضر انا حاضر. انا با تو این بحث تو نمیخوایی؟ تو نمیفهمی. خدایا این کودک رو چقدر آرام کنم تو را. خدایا. بله آقای سودیا. چی بله؟ شما اینجا برای چی اومدید؟ برای جدا شدن. مایلش هر دو طرف راضی باشد هیچ کار کردن نمیتوانیم. کی میخواهد که عائله ویران شود؟ لیکن خواهش آدمان مهم است. قرار صنم عدلی و عمر عدلی برای جدا شدن به سود مراجعت کرد. در اساس قانون مدنی ترکیه قرار جدا شدن عمر عدلی و صنم عدلی قبول شد. سلام. در آخر جدا شدیم عمر. جدا شدیم. برای همش تشکر. عمر. سلام. با تو چی شد؟ سلام. این پول ها نرفت در جورش مون. یک طرف ایستا سربا. یک طرف ایستا. چنگیز ایستو. پول ها را برگردم. چنگیز ایستو. چنگیز. ثروت؟ پول ها را میارم آقای مدیر. البته میارم. چنگیز ایستو. چنگیز. بله. غم نخورید. نترسید. یگان مشکلی ارتوپدی نیست. یعنی برای راه گشتنش یگان مانع نمی شود. لیکن چخیلی که عمر گفته است تنها گرده هایش کمی ضرر دیدند. انشالله آن را توابت میکنیم. عمر از دست از چیزی که میاد میکند. خدا شفا دهد. تشکر دختر جونم. دخترم. فکرت من حاضر میایم. سنم. عمر با دخترم چی شد؟ ینگه شد. سنم دخترم با تو چی شد؟ عمر با او چی شد؟ سنم دخترکم. آروم شوید. ینگه همش خوب می شود. ینگه آروم. جانی من خوشی یکی من زیبا یکی باباش جانی من باشی
زود به بیمارخانه زنم رو بکردن. زود به بیمارخانه بیا. زودتر به بیمارخانه بیا. زنم دخترم. Alva, yanga Sidiqa. Hozir میویم yanga جان. چی شد دخترم؟ سنم رو کرد زدند. حاضر بر بیمارخانه. صدیقه بیچاره هیچ از غم نمی براید این صدیقه. وقتی که پدرت مرا ترک کرد یگانه کسی که در زندگی داشتم این تو بودی پسرم. برای تو زندگی کردم. دائمی ترسیدم که به تو یگان حادثه می شود. تو هم خیلی پسری خوب بودی. از گپ هم نمی برآمدی. چی ها میگویید؟ مادر جون من دیگر نشدم. نه دیگر شده ای. خیلی دیگر شده ای. خطا میکنید مادر جون. حالی مرا گوش کرده مرا زیغ میکنی. مادر التماس از تو رنجیدن میخواهم لیکن نمیتوانم. برآمده رفتن میخواهم نمیتوانم. چون که به تو زندگی هم معنی ندارد. در جایی که تو نباشی پسرم. مادر جون از حد نگذرونید. ما یک مراتب زندگی میکنیم. گوش کنید با شما چی میگویم. وقتی که ما خانه‌دار میشویم این خانه برای 3 نفر تنگ است. من چورش رو یافتم. پدرم نیستند. وقتی که توی میشویم من و سعیده. چی گفتنی هستی پسرم؟ چیزی گفتنی لیکن نمیگویی. شاید ما شما رو مادر جان میدانید برای پیرانسالان خانه مخصوص است. جای خیلی خوب. پیرانسالان رو خیلی خوب نگاه و بین میکنند. همه در آنجا خرسند هستند. یعنی پسرم یعنی مادر جان هارون ترسیدن لازم نیست. شکر خدا احوالش خوب است. خونی زیادی گم کرده است. ایلاوه کردیم. تشکر. سنا دخترم. سنم برای چی زخمی بودنت را نگفتی؟ کسی که این کارو کرده است جزا میبیند. غم نخور. بیایید امک بیایید. دخترم سنم دخترم تو راست گفته بودی دخترم. با یک فال باور کرده تو را رنجاندم. سنم دخترم زیغ نشوید. آخر ما این گپ ها رو برای زیغ شدنتون نگفتیم. با پلیس رفتن خواستم لیکن نمیخوام که نام مکتبمون داغدار شود. آقای امری گفتند که بهتره با شما گپ زنم. اوه ثروت برای چی این کارو کردی؟ با من وعده داده بودی که نمیکنم گفته بودی. این بچه چی کار میکنی؟ با کجا رفتنش رو میدونید؟ نه نمیدونم. خانم علیا من ثروت رو پیدا میکنم. غم نخورید.
بعد با او صحبت میکنیم. مایلش بخشی ماما ایدش مرحمت. سرور بس اکنون این مراتب از حد گذروندی. شد آخر شد. چنگیز ایستا چنگیز. انا پدر پول خواست آوردم. آفرین به تو. میدونستم که گپ پدرت رو میگیری، لیکن به تو باوری ندارم که نبینم همش همین است یا از من پنهان میکنی. ایستا درست فکر کردم فریبگر بوده. پدرت رو فریب میکنی ها؟ اکنون همه فکر میکنن که پول رو من گرفتم. مادرم باز دیخ میشود. 250. پلیس گریز. ایستن پلیس ایستن. گریز زودتر اونها میگویزن. ایستن پلیس ایستن پلیس ایستن. زود گریز بیترا پلیس. راه گشتن میخوایی جانکم؟ لیکن دکتر هنوز اجازه نداده است. خدای جانم، دکترها همه‌شان همه خیلی میگویند. با فکر من باید از جهت خسته راه گردی. چی گفتی؟ یک میسنجیم؟ مایلش بیا جانکم کمک کن. بیا جانکم بیا راه گرد. آن همین طور بیا جانکم. بایسته بیا. قدم زن کنی. آن قدم زن باز. راه میکردم. بیا بایسته قدم زن جانکم. بیسارم فکرم. دستم لغشید. خوش آمدی. سلام. خدا شفا دهد سنم. اکنون من هم از این اولادم. البته پسرم البته. روز بخیر خانم سنم. نفری که شما رو تعقیب میکرد دستگیر کردیم. حاضر بیاناتش رو گرفته ایستاده‌ایم. کمی بعدتر او رو با شما روبرو میکنیم.